به نام خداوند مهربان و بخشاینده. سلام خدمت همه شما هموطنان عزیز. آرزو دارم خوب و صحتمند باشین و باز هم خوش آمدین به یکی از برنامه‌های دیگر کاربار. لیزا مری هستم. را ساعت 5 عصر است و برنامه ما آغاز شده و طبق روزهای گذشته بسته معلوماتی در آغاز برنامه داریم و در بخش دوم و سوم برنامه مهماندار هستیم و یکی از بانوان متشبث را در برنامه دعوت کردیم و روی فعالیت‌ها، چالش‌ها و مشکلاتشان صحبت خواهد کردیم. ولی در آغاز برنامه بسته معلوماتی امروز ما در مورد بهترین مشاغل خانگی با کمترین سرمایه هست. البته یکی از بانوان و علاقمند برنامه کاربار از ما تقاضا کردند تا به می عنوان یا موضوع ما برشان معلومات بدیم. بدون شک که بسیار از بانوان به دنبال یک کسب کار هستند که درآمد بیشتر داشته باشه ولی سرمایه کمتر نیاز داشته باشه. که ما چند مورد در لیست گرفتیم که میتونیم اشاره به پرورش گیاهان دارویی و همچنان سبزیجات در منزل اشاره بکنیم که شما میتونین که گیاهان یا سبزیجات در خانه آماده بسازین و بعدا میتونین این به فروش برسانین یا بسیار از میوه های خشک را شما میتونین به قیمت کمتر خریداری بکنین، در خانه نگهداری کنین، خشک بکنین و دوباره در بازار به قیمت بالا میتونین شما به فروش برسانین. و گذشته از این میتونین از نعنا، مرچ و همچنان رومی که در زمستان بیشتر از مردم افغانستان، مردم ما شما استفاده میکنن. در کنارش همچنان آموزش خیاطی هست که در اواخر خیلی رشد کرده، ایجاد کارگاه‌های مختلف نقاشی، خیاطی و مهره‌دوزی و لباس‌های افغانی که شما میتونین که در کناری که خیاطی میکنین آموزش هم بتین، هم درآمد دارین و در کنارش میتونه یک درآمد خوب برای شما ایجاد بکنه. و اینکه دیگر کدام مشاغل وجود داره که شما میتونین که با کمترین سرمایه یک کسب کار کوچک را راه اندازی بکنین و درآمد داشته باشین. میریم روی بسته معلوماتی میبینیم و دوباره برمیگردیم. بهترین مشاغل خانگی با کمترین سرمایه. مشاغل خانگی قابلیت راه اندازی با کمترین سرمایه را دارند و برای افرادی که به دنبال یک کار با بودجه کم و درآمد بالا هستند بسیار مناسب است. این مشاغل در سال 1403 هجری شمسی طرفداران بسیاری پیدا کرده. علت این محبوبیت راحتی عدم نیاز به خروج از منزل، نداشتن محدودیت سنی و سوددهی بالا است. این نوع مشاغل بهترین راه کسب درآمد برای افراد مانند خانم‌های خانه‌دار و یا دانشجویان است که مشغله زیادی دارند و نمی‌توانند در خارج از خانه به کار مشغول شوند. مشاغل خانگی. این دسته از مشاغل از مزایای زیادی برخوردار هستند. برای مثال، درآمد حاصل از کسب و کار خانگی معمولاً از درآمد کارمندی بیشتر است. البته زحمت بیشتری دارند و امکان دارد روزهای اول درآمد کمی داشته باشید. اما با کمی صبر و حوصله می توانید سود بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. همچنین در مشاغل خانگی بسیاری از هزینه‌ها حذف می شوند و تمام سود حاصل از فروش محصول یا ارائه خدمات به صورت کامل برای شما باقی میماند. بسته‌بندی در منزل. بسته‌بندی یکی از پرطرفدارترین مشاغل خانگی است. این شغل سود خیلی خوبی دارد و با میزان مشخص کار در ماه می توانید درآمد بسیار بالایی داشته باشید. همچنین بسیاری از تولیدها نیازمند افرادی هستند که بتوانند محصولات آنها را بسته‌بندی کنند. به همین دلیل این کار همیشه بازار گرمی دارد. شما می توانید محصولات مختلف مانند ماسک، مواد غذایی، ادویه و چای را در منزل بسته‌بندی کنید. شما برای راه اندازی کار بسته‌بندی در منزل نیاز به تهیه دستگاه بسته‌بندی مناسب برای محصول مورد نظر خود و دیدن آموزش‌های کار با آن دستگاه را دارید. پرورش گیاهان دارویی در خانه. این شغل نیاز به سرمایه اولیه ندارد و در مدت زمان کوتاهی می توانید آموزش‌های مربوط به آن را فرا بگیرید. از جمله مزایای شغل پرورش گیاهان دارویی تبدیل محیط خانه به یک فضای سبز و شاد، بهبود کیفیت هوای موجود در خانه
و همچنین کسب درآمد مناسب است. اگر به پرورش گیاهان دارویی علاقه‌مند هستید و در خانه تان فضای مناسب جهت این کار دارید، می توانید از این کار درآمد مناسب به دست آورید. پرورش سمارق در منزل. پرورش سمارق در منزل از دیگر مشاغل پردرآمد خانگی است. سمارق‌های خانگی به دلیل فواید و ارزش غذایی بالای خود محبوبیت بالایی دارند. همواره غذاهای زودپس و مردم عادی از مشتریان سمارق هستند. پس شما از یادگیری روش پرورش سمارق در خانه باید با کمی صبر و حوصله به این کار مشغول شوید. سپس سمارق‌های پرورش یافته را داخل ظرف‌های پلاستیکی ریخته و با استفاده از جعبه‌های مناسب بسته‌بندی کنید. تهیه سبزی آماده یکی از بهترین مشاغل خانگی. سبزی در بیشتر غذاها استفاده می شود. بیشتر مردم عادت دارند سبزی‌های مورد استفاده در غذاها را به صورت آماده خریداری کنند، زیرا بیشتر افراد در زندگی ماشینی امروزه وقت کافی برای خریدن، پاک کردن، شستشو و میده کردن سبزیجات ندارند. این موضوع سبب شده تا یک شغل پردرآمد خانگی به نام تهیه سبزی آماده به وجود بیاید. بسته‌بندی نوع سبزیجات می تواند از دستگاه‌های مختلف برای بسته‌بندی استفاده نمایید. محبوب ترین دستگاه‌هایی که برای بسته‌بندی سبزی به کار می روند، دستگاه بسته‌بندی توزیع‌دار، دستگاه بسته‌بندی حجمی، دستگاه بسته‌بندی واکیوم تک کابین و دو کابین. خشک کردن میوه در خانه. میوه خشک طرفداران بسیار زیادی دارد و مصرف این نوع میوه بسیار رایج است. شما می توانید با خرید یک دستگاه خشککن و دستگاه بسته‌بندی شغل خشک کردن میوه در منزل را آغاز کنید. دستگاه خردکن همانطور که از نام آن پیداست وظیفه خرد کردن میوه ها را به عهده دارد. پس از خرد کردن با استفاده از دستگاه خشککن میوه ها را خشک کنید و با دستگاه بسته‌بندی آنها را داخل بسته ها قرار داده و به مشتریان عرضه نمایید. این کار یکی از راحت ترین مشاغل خانگی است که درآمد بسیار خوبی دارد. فروش آب میوه طبیعی در منزل. آب میوه های طبیعی سرشار از ویتامین بوده و از نظر سلامت قابل مقایسه با آب میوه های کارخانه‌ای نیستند. به همین دلیل بسیاری از افراد تشویق به مصرف آب میوه طبیعی دارند. شغل فروش آب میوه طبیعی در خانه یکی از مشاغل پردرآمد است که به راحتی قابل راه اندازی است. برای این کار شما نیاز به دستگاه آب میوه با توان بالا را ضرورت دارید. بله بیننده های عزیز، این بود معلومات امروز ما که یکی از بانوان تقاضا کرده بودند که در مورد مشاغل خانگی برشان معلومات بدیم. امیدوار هستم که خودشان هم بیننده برنامه بوده باشند. حالا میریم یک میان برنامه کوتاه. برگشتیم به ادامه برنامه کاربار و در بخش دوم برنامه بانو آسی احمدی بانوی متشبث هستند، تجارت آنلاین دارند و در عین حال یک بانوی کارآفرین هم هستند. روی فعالیتشان صحبت خواهد کردیم. سلام، عصرتان بخیر و خوش آمدین به برنامه کاربار امروز. سلام و درود، وقت شما بخیر. امید که خوب باشه و همچنان کسایی که ما را از طریق تلویزیون یک میبینه برنامه کاربار. خوشحال هستم که امروز با شما هستم. سلامت باشین. در نخست میخوایم معرفی مختصر از شما داشته باشیم تا بیننده ها همراه شما بیشتر آشنایی پیدا کنند. آسیه هستم، احمدی تخلص میکنم. مدت 1 سال میشه که در این بخش کار میکنم. بسیار خوب، خوش آمدید. ممنون. بانو احمدی، از اینجا آغاز میکنیم بحث ما را که یک تعریف میخوایم از کارآفرین از شما داشته باشم که بعد تعبیر شما کارآفرینی چی است؟ کارآفرینی ایجاد شغل بر دیگران و دست دیگران را گرفتن به یک مسیری که بتوانند به یک جای خود را برسانند. واقعا یک تعریف کاملا جامع و کامل از شما داشتیم. پس به این تعریف که شما کردین از کارآفرینی، آیا افرادی که در رأس یک مدیریت شرکت یا سازمان قرار میگیره به اینا ما میتونیم کارآفرین بگوییم؟ بله، چون اونا در رأس هستن و دیگران را وارد هذه سیستم ساختن و تونستن یک عامل خیلی قدرتمند باشن در کنار
همکارای خود. درست. خب حالا به اساس تعریف شما یک کارآفرین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خب زمانی که ما وارد هذه سیستم میشیم همه از اینا رو یاد میگیریم. یعنی ما خلاق نیستیم ولی خلاق میسازیم. دیگران را آموزش میدیم در کنار هذه که میایم وارد هذه سیستم میسازیمشان، ما بر از اونا آموزش میدیم. آموزشات ما آنلاین هسته. فرد را چی میکنه میسازد در حاصل. مثل که ما از یک جای شروع میکنیم، مثلا ما هستم اول شروع میکنیم، اینجا هم قسم هستن. زمانی که ما وارد هذه سیستم میشیم از صفر تا صد فرد را ما خودمون با آموزشات و اینا میسازیم. به نظر شما کدام ویژگی شما دارین که میتونین بگوین که یک کارآفرین هستین؟ این که میرم دست دیگران را میگیرم و چون خودم یک بانو هستم، از دل بانوهایی میم که فعلا در افغانستان زندگی میکنن و کار ندارن، میتونن بیان وارد هذه سیستم شون و بتونن خودشان یک درآمد ایجاد کنن و یک رهبر خوب در کنار هم تیمی خود باشن. از هم ارادهتان ستودنی هست و به نظر من روحی مثبت هم میتونه نقش مثبت یا میتونیم بگیم یکی از ویژگی های کارآفرین هست که حداقلش برای کسایی که کارمند هستند و کار میکنن برشان روحی مثبت بده، چون که افکار مثبت بدون شک در زندگی خیلی نقش داره و ما را میتونه که به تعالی و موفقیت برسانه. باز احمدیزی بگوین که حالا کسب کارتان چگونه هست، چگونه واردی مسیر شدین و چرا انتخاب کردین تجارت پیشه باشین؟ به خاطر هستی که بتونم خودم یک درآمد داشته باشم، مستقل باشم. از نگاه ای که در کنار هزی که میتونم دست دیگران رو بگیرم، خودم یک شخص موفق باشم و بتونم یک درآمد خیلی خوب رو بر خود ایجاد کنم. بله، شما هم اشاره به خودکفایی داشتین. واقعا که خودکفایی خیلی مهم است، بخصوص در راستای اقتصاد. به نظرتون چگونه بانوان بتونن به خودکفایی برسن؟ آیا از طریق راه اندازی کسب و کارهای کوچک میتونن به خودکفایی و استقلالیت مالی برسن؟ بله. خب در اصل وقت ما وارد هذه سیستم میشیم با پول خیلی کم میایم وارد هذه تجارت میشیم و این پول کم یعنی باعث میشه که ما بتونیم به یک درآمد خیلی بالا و فوق العاده عالی برسیم. خودتان با چه مقدار وارد این مرحله یا وارد این مسیر شدین؟ من خودم با 10,000. با 10,000؟ بله. بسیار از هموطنان ما میگن نیاز به پول خیلی زیاد یا پول گزاف داره تا ما یک تجارت حتی حالا کوچک هم باشه نیاز به هزینه زیاد دارن. موافق هستین با این صحبتشون؟ بله. ولی این سیستم کاری ما که هست یعنی خریدش اختیاری هست. با هر مقدار پول که فرد بخواد میتونه شروع کنه. محصولاتون چه چیزهایی هستن؟ وضاحت بیشتر فرمودین. محصولات ما کاملا گیاهی و ارگانیک هست. پاککننده صورت هست، پاکسازی صورت هست که هر صورت یا هر جلد نیاز به پاکسازی صورت داره و ما برای چینی چروک صورت داریم، برای لکه داریم، برای بخار داریم، برای پوست داریم. حالا بعضی پوست های سر هست که شوره داره و پوست معمولی داریم و پوست چرب داریم، پوست خشک داریم. همه قسم که شامپو ما به هر پوست داریم و همه قسم محصولات برای جلد داریم و همچنان اساسیات های بدنی. این محصولات ما قسمی هست که با اول من حیث مشاور پوست ما تجویز محصول میکنیم. اول اما آموزش را که ما دیدیم. درسته. پس شما تجارت بله شما تجارت محصولات بهداشتی و آرایشی را میکنین. بله. بسیار خوب. بسیار خوب. این محصولات را از وطن خود ما هست خودتان تولید میکنین، یعنی وسایل یا چیزای تجهیزاتی که نیاز داره مواد خامش یا از خارج از کشور وارد میکنین و اینجا با فروش میرسونین؟ این محصولات ما خب مواد خامش از فرانسه و پاریس میه، ایران بسته‌بندی میشه، بعد که ما نماینده‌اش هستیم بعد رسم ما قرار میگیره و مدت 2 نیم ماه میشه که همین یکی از انبارهاش در افغانستان افتتاح شده و اونجا دفترش هست. بسیار خوب. بسیار از هموطنان ما همیشه میگن که کیفیت مواد آرایشی در افغانستان خیلی پایین است. کیفیت چقدر بر شما مهم هست در بخش کار میکنین؟ خیلی زیاد و خصوصا محصولات ما که هستن خب هزینه بر شما یعنی ما تضمین میدیم. درست؟ تضمین میکنیم؟ بله تضمین میکنیم که 100% نتیجه بخش است. یکی از خوبیایی که سیستم کاری ما داره هی است زمانی که محصولات میرسه اولین شخصی که باید استفاده کنه خود ما هستیم. چرا؟
چون قرار است ما این محصولات بر نزدیکترین اشخاص و فامیلای خود چی کنیم معرفی کنیم. درست. و اونا اولین مشتریای ما باشن و کسایی باشن که راضی باشن. در اول باید خود ما استفاده کنیم تا نتیجهش ببینیم. و بعد مواد استفاده و اینا را ما یعنی همیشه میفهمیم که چی موادایی در اونا استفاده شده و کاملا گیاهی و ارگانیک هسته و ما ضمانت میدیم. خب حالا شما که ضمانت میکنین از برندتان، بله، میخوایم مشخصا بپرسم که چگونه ما محصولات اصل و بدل را شناسایی بکنیم؟ در واقع همیشه وقتی که دیدیم هموطنان ما حتی خریداری که کردن به یک شکل بسته‌بندی شدن، نامشان، لوگو، همه چیز. اما به نظر شما چگونه ما شناسایی بکنیم که این محصولات اصل هستن یا بدل یا فیک هستن؟ خب شرکتی که این محصولات تولید میکنه شرکتی هست که خیلی بزرگ هست، نه تنها در افغانستان نماینده داره بلکه در سراسر از جهان نماینده خود را داره. و این محصولات هست که 36-37 سال میشه که یعنی این محصولات سرزبان هاست و مردم استفاده میکنه و خیلی نتیجه فوق العاده عالی داشته و یک شرکتی که با این عظمت و بزرگی باشه امکان نداره که دست دو داشته باشه. چرا که حالا میگن بعضا مثلا میگن دست دو و اینا شاید برای، ولی ما نمایندهش هستیم. ما نمایندهش هستیم، میتونن به نماینده مراجعه کنن، نه اینکه بروند از مثلا از سیمساری از اینجا خرید کنن. درست. روزانه چقدر فروشات داریم؟ اینا برمیگرده بر خود ما. اگر ما فعالیت داشته باشیم خیلی فروشات ما خیلی زیاد است. ات روزی هست که ما 6000 5000 ما محصول به فروش میرسونیم. ایت روزی هست که هیچ به فروش نمیرسیم. چرا؟ به خاطر از اینکه یعنی همش برمیگرده به کار خود ما که ما چقدر روی کار خود تاکید میکنیم و بیشتر فعالیت میکنیم. در عین حال که فروشنده هستین یک بازاریاب هم هستین. بله. بازاریاب هم میشه و فقط 20% کار ما رو خرید و فروش انجام میده. 80% کار ما رو کارآفرینی انجام میده. کارآفرینی. خب از نمایندگی یاد کردین، به جزی که در کابل یعنی به شکل آنلاین شما کار میکنین، در ولایت هم میفرستین اگر دوستا تقاضا بکنن؟ بله، ما نماینده خود را داریم در ولایت و همچنان مشتری های خود ما هستند که در سراسر از ولایت های افغانستان ما نماینده داریم. با اینکه شما فروشنده هم هستین و در عین حال مشاور پست موی گفتین، بله، میشه وضاحت بیشتر بدین که چگونه وارد این مرحله شدین؟ آیا از اول که این مسیر انتخاب کردین خواستین یک مشاور باشین چگونه؟ ما وقتی میایم استارت کار خودم میزنیم و بخاطر از اینکه آموزشاتش یعنی چقسم براتون بگیم آموزشاتش آنلاین هست. خودتون آموزش دیدین؟ بله، ما آموزش دیدیم. آموزشاتش آنلاین است و کاملا رایگان هستند. وقتی ما استارت از این کار میزنیم به مدت 3 روز 4 روز ما تمام کلیات پست و درباره پست هست، درباره پست خشک است، پست چرب است، پست معمولی. 3 روز 4 روز کافی هست؟ خب ما ویدیو داریم، آموزشاتی هست که بر ما فرستاده میشه، در ابتدا ما این را میبینیم و بعد ما وارد این مرحله یا وارد از سیستم میشیم. بعد که وارد از سیستم شدیم ما در جریان ما آموزش میبینیم و آموزشات ما داریم که درباره پست دوباره تکرار میشه، درباره بسیار خوب. پست. بله، سلامت باشین. گفته شنود ما ادامه خود داشت. هموطنان عزیز، حالا میریم یک میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه کاربار. برگشتیم به ادامه برنامه کاربار و جا داره که سپاسگزاری خاص بکنم از شما هموطنان عزیزم که همیشه وقت بیننده برنامه خودتان برنامه کاربار هستین و همچنان هموطنان ما که از طریق یوتیوب بیننده برنامه خودشان هستند. بانو آسیانوس هم کنار ما هستند و صحبت را همراهشان ادامه میدیم. با اینکه محصولاتتان را شما خودتان تولید میکنین و از البته مواد خامش از خارج هم البته وارد میکنین، چگونه فرآیند فروشتان چگونه هست؟ خودتان مفروشین؟ خودتان یعنی مستقیم همراه مشتری به تماس هستین چگونه؟ در اول خب اینا همه تکنیکات است که از طرف کاربر ما گفته میشه و بسیار که ما میبینیم اینا و ما اینجا بعض برنامه ها داریم که در نظر میگیریم. قرار نیست که ما مثل یک فروشنده عادی باشیم. زمانی که ببینین وقتی یک مریض پیش دکتر میره همه قسم ما هستیم. کسایی که عارضه جلدی دارن میان پیش ما و ما آموزشاتی که دیدیم جلدشان تشخیص میکنیم، بعد نظر به اونا باشون محصول تجویز محصول میکنیم. خب حالا شما که دمی مسیر روان هستین، به نظر شما ویژگی یک فروشنده خوب چی است؟
یک فروشنده خوب همیشه شنونده خیلی عالی باشه و شخص باشه که بتونه مشتری را درک کنه و کسی باشه که همیشه صداقت داشته باشه. درست. و ای که یک مشاور خیلی عالی باشه که بتونه درست همو درمانی را که یک مشتری از دکتر خود چی میگن تقاضا داره برش چی کنه ایجاد کنه. بله، و نظر من ارتباط هم خیلی مهم است که ارتباطات مثبت داشته باشن و در این حال برای کسایی که میخواین از این محصولات خریداری بکنن روحیه مثبت بدن، چرا که مطمئنا شما اول بررسی میکنین که اینا با کدام مواد گیاهی نیاز دارن تا بتونن در رشد موشان موثر باشه و در این حال پوست خوب داشته باشن. خب حالا قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات دیگه، اشاره به کارمندایتان قبلا هم داشتین. به چه تعداد از کارمندان برای شما کار میکنن به شکل آنلاین؟ اینجا صدها نفر هست که وارد هذه سیستم شدن. صدها نفر. اصلا محدودیت یعنی محدودیت نداره که بانوان باشه یا آقایان باشه. آقایان هم میتونن وارد هذه سیستم شدن، ولی بیشتر بانوان وارد هذه سیستم شدن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بانوان کسایی هستن که در افغانستان فعلا نمیتونن بیشتر کار داشته باشن. درست است، کار بر از اونها فراهم نیست. پس بیشترین افرادی که وارد هذه سیستم شدن از بخش بانوان است. از صدها نفر یاد کردین که صدها نفر با شما همکاری دارن در بخش فروشاتتان. تنها محدود است به کابل یا از ولایت هم مشغول هستن در این کاربار؟ در تمام ولایت افغانستان صدها نفر میرسه. بانوان هستن، آقایان خوب وارد از سیستم شدن. با اینکه همکارانتان آقایان هم هستن، محصولاتان برای آقایان هم است یا تنها برای بانوان شما اختصاص دادین؟ برای آقایان هم هستند. چرا؟ بخاطر هزی که محصولات ما که هستند محصولاتی است که اولویتا هر شخص نیاز داره. درست. آقایانی هستند که جلدشان بخار داره، چرب هست و از این چربی خیلی زیادش رنج میبرن، همچنان از بخارایش و ایناش. محصولات ما یعنی اتونیز مشخص بر بانوان باشه، برای آقایان هم هستند. بسیار خوب. مشتری هایتون بیشتر از کدام طبقه هستند؟ آقایان یا بانوان؟ مشتری ما بیشتر از طبقه حناس هستند. درست. چون بیشتر بانوان دوست دارن که به جلد خود رسیدگی کنن بیشتر از آقایان. بانو احمدی، بسیار از هموطنان ما مطمئنا این سوال در ذهنشان خلق شده که خب حالا زمانی که ما یک مواد آرایشی روی صورت ما میزنیم، تایمش یا زمان استانداردش چه زمان هست که جلد ما را خراب نکنه؟ خیلی خوب. ما زمان که مشاوره میتیم برشان محصولات که پیشنهاد میکنیم برشان میگیم. مثلا بعضی ما پاکسازی ها داریم، جلدایی که عرضشان خیلی زیاد هستن، ما یک بسته پاکسازی داریم که میتونن هفته 2 بار استفاده کنن. و کسانی که مثلا میخواین یعنی پاکسازی نه فقط میخواین جلدشان روشن شوه یا همون چربی جلدشان کم شوه یا آب رسانی کنند و اینا، اتو کریمایی هست که میتونن از طرف شو استفاده کنن. و محصولات ما یعنی محصولات نیست که جلد خراب کنه. خصوصا شما از آفتاب یاد کردین، فقط همون بسته پاکسازی هسته که میتونن هفته 2 بار استفاده کنن. بعد از اون برشان میگیم که مثلا ضد آفتاب استفاده کنن تا در برابر یک چون ضد آفتاب یک چیزی هست که یعنی جلد مراقبت میکنه از آفتاب. سلامت باشین. میخوایم در قسمت پایانی برنامه پیامتان را داشته باشیم. پیام ما هی است برای بانوان عزیز هی است که هیچ وقت ناامید نباشین. همیشه شرایط هیچ وقت ایجاد نمیشه، شرایط را ما ایجاد میکنیم. پس قدم بردارین و خود تکان بدین و سیستم هایی هست که شما بتونید وارد هزو سیستم شوین و درآمد خیلی خوبه که میخواین برسید. سلامت باشین. همیشه امیدوار هستم کاربرتان عالی بگذره و موفق باشین. ممنون و وقتتان خوش. سلامت باشین. بله هموطنان عزیز، این بود برنامه کاربار که امروز تقدیمتان کردیم. یکی از بانوان متشبث را در برنامه دعوت کرده بودیم و در مورد کارها و فعالیت‌هایشان صحبت داشتیم و در عین حال یکی از موضوعات مهم اقتصادی را هم بر شما در اول برنامه به عنوان بسته معلوماتی تقدیم کردیم. تا برنامه فردا که باز هم من لیزا مری خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. وقتتان بخیر.